سلام علیکم. السلام علیکم دوستان عزیز، شما بخیر. ببینید همین شخصایی که پرتن خواهران برادران از برای خدا پرتن نگونتش یازنه مای خش دور مای همینم فقط به خاطر میلاد، به خاطر توجیک، به خاطر مسلمان بودن التماس میکنم. منم وقت صرف میکنم، مونتاژ میکنم، میپرتم. بعضی حقارت هم میشنه. خدا هدایت میکنه. از شما من چی خواهش کردم ای مردمی توجیک؟ خدا همین روزا باید سر همین آورده به سر یگون کسی ما و شما نبیاره. اکو همین یک کامنتر یا لایک شما کی میگن هیچ چیز نمیگیره، اما هم خدا یاف شوه یا که لایکی میمونی همون ویدیو پهن میشه. شاید در جاهای باشه که هم ویدیو به هم برادرها برسه و بچه ها مرده و زنده یگون چه خدا که نمیرن میبینن. التماس نوارا پهن کنی، التماس خواهش میکنم. خداوند حفظ کنه. همین پدری ما گم شدگی ای 2012 ایسا دستویاز نمیبرویا تا 2012 را دستویاز بود مقصد گپ میزه تلفن قطی. بعد یک هم خیلی گم شد دیگه، نومیر پامیر کار نکرد. انا در مسکو طرفی قریبی چیده بود تیوپلیستان ده رفتیم طرف ها هم نگاه کردیم. بچه هایی که پیش خطیش کار میکن انا گفتن که مقصد گم شدگی نیست، در اینجا چند قشید در تریتوریا کار زندگی نداره. انا دستویاز نبرما دیگه. جای زیستش تاجیکستان قوادیان قشلاقی 50 سالگی در مسکو قریبی بازار تیوپلیستان همین طرف در گم شدگی. التماس اگر امکانیت باشه ویدیو را در یوتیوب پارتی شتاب برادر رو کدومی که دیده باشه یا که میدونه دیگه جای یگون آدرس داره با ما دستویاز ببره. پیشکی رحمتی کلام. زنگ زن بگو بچم که در چه احوالی، در کجایی. سلام علیکم اکای بابا جان. ما سایت شما رو تماشا کردیم، خیلی خوبی زیادی شما در شهروندان ما میرسد. ما می نداریم که شما هم خیلی سایت ها دارین، خیلی مادرها را دستگیری میکنین، در کافتکار فرزندشون میشین، کم بودی هاشون میشین. ما شما می نداریم اکا. ما هم از خاطر هم مادرایی که به شما مراجعه دارم. این پسر من روز اخیر اون بار در علاقه قطعی ما صحبت کرده گپ زدگیش تا حالا پسر ما درک نیست دیگه. ای شما خواهش مندم به شما مراجعه میکنم که فرزند التماس اگر امکانیت داشته باشه دستگیری کنه که من فرزند بیام. کسانی که در همی فرزند مرا دیده در یگان جا یا شنیده در رقمه که در پایان ویدیو من مونده گده هوا التماس زنگ زنین. بچه در کجا بدن تا اگر ویدیو ما رو تماشا کرده باشی التماس زنگ زن بگو بچم که در چه احوالی، در کجایی. تو میدونی بچم که ما برای تو همه چی کنم میکنم. در اگه پستی زده باشی گفت زن میرم میارم تو بچه. اگر ساق سلامت باشی در یگان جا باشی بچه در رقم های خدم یا در رقم های خالت در پایان ویدیو موندگی در وی زنگ بزن بچه. طاقت درود دیگه ندارم جانی. بچه همین بچه ما گم شده است. اینا 5 ماه میشوه از سعی میمرد، نه گپش نه خبرش نه تلفنش. نمیدونم در کجا کدومید باشین مرا یاردم بده برای این بچه دستگیریم کنه که بچه ما پیدا شوه یا خودش میشنوه یا رفیقاش یا جروش همین را تشکیل کنیم بچه که ما پیدا شوه.
السلام علیکم دوستان عزیز، برادران قند و نباتم، با دقت گوش کنید. همین مسئله گمشیدن ترما و زندان رفتن 99% هم کاندیشنی تا چه پس که از حسابی همه بچه ها یوش خیلی هستن. اینه بگمت و محمد جون، یعنی که گمشدگی قریب 5-6 ماه مادر زار شدیده، خیلی گیریه و ناله داره. با خاطر خدا می نواره پنگ کنی تا همین برادر در جای باشه پیدا شود انشاءالله. دوستان عزیز التماس خواهش میکنم مادرایی که پدرایی که فرزنداتون روی میکنه به جا به روسیه را من روسیه که زندگی میکنم همینجا را میدونم قانونش که نکنن حجت کنن. التماس میکنم زارا میکنم که نصیحت کنه سومی که بیا پرسه که سوم اینجا میوی دگجا کار میکنی بسیار شما مقصد زکلات کا میپرتوینن که نارکوتیک خیلی میپرتوین در ترما میرن بسیار شما پستاوید میکنن. با شخصی که پستاوید میکنه توجی که خدا از خدا بترسه. قیامت قریب است و هر یک اینو این سوال جواب ان شاء الله روز قیامت جواب میده ان شاء الله. با ایش میدونم که جواب گفتم نمیتونه، روز محشر سخت است. فکری وطن عزیزم پدر مادر هستش نوارت کنید. خواهش میکنم نوارون پاک کنید. هر چی میکنم به خاطر خدا به خاطر ملت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیری تو که چقدر دستگیری میکنه. او یا لایک یا کامنتاری شما من هیچ نمیته به خدا. اما هم میدونم که نوار پاک میشود چیکار میکنن همون مادر و پدری که فرزندی جگربان شگون کردگی همه پیدا میشود. بخش که ویدیو منم خیلی دهخونیان. خدا نگهدار. السلام علیکم. بابا لنگری گو جنگ میکنه. سید خورم میپرد بخواه چی کنیم وقتی بیستن خود مخشروع کنیم کلام که دندونم بریشی میشه چرا مغلق میگم جزیره بود. خدا نگهدار. رحمه برای دفیر مایم سفرمو ای نویه کانگرد نمید یا خواهش دارم اکای بابا جان 88 نمی یا مردک دارم کمالدین سال تولدش 80 شریفزاده کمالدین اینمی 25 دکبر نه تلفن میکنه نه سراغ مون میکنه نه زنگ میزنه و تای پیر داره و چای پیر داره سراغ مون میکنه سماروین میکنه. خواهش ما خواهش دارم که امرا درکش بیامن مرا زنگ بزنه سراغ کنه نه بچه را سراغ میگیره نه برای یکم خطا خبرش نیست که التماس میکنم اشتما خواهش میکنم زندگی ما زور آمده نمیدونم غمی فرزنده ما بخورم این زندگی ده هیچ کنه دستگیری نکنه که التماس میکنم خواهش میکنم که هم مرده که مرا بکوین همو زنگ مون بزنه سراغ ممکنه همو هسته نیسته سلامتیش خوبه بگو زنگ بزنه سراغ کنه سمرای کنه ماما چون میام میزنه خونشی. بخیر دوستان مهربان، خیلی دیدیم مادر شما چی بگم اکای کمالدین برادر مهربان اهل بیت خشت ورد زن فرزند همش کوفته شدند. حال مادر اوی چقدر گریه کرده است. خواهش میکنم این برادر در جای دیده به همین رقم رو اکران زنگ بزنید صاحب باشن. خواهش میکنم از شما که یک گپی خوب کامنتری خوب و یا لایک بگذارید تا این نوار پنج شود. خداوند صبر ای مادر ای شهر کنگرد ای تاجیکستان بوده است. خیلی مادر از آورده که بچونی ها گریسته شده. خدا نگهدار بارار که رحمت برای دستگیریتون که ویدیو را پهن میکنید. الله شاید هرچی میکنم به خاطر الله به خاطر ملتم به خاطر وطن عزیزم میکنم. التماس به نوار پهن کنید. اکا کمالدین رحم به فرزندات کن باز بگر به خونت. نمیدونم در کجا هستی من گناهگار نمیکنم پس بلا نمیگم فقط خواهش میکنم که التماس به نوار پهن کنید. بسم الله. السلام علیکم دوستان مهربان، خواهش میکنم با دقت گوش کنید. امروز ما در مورگ هستیم. یک مرده ایوازی باید بارش کنیم. دوستان عزیز همین صورتایی که میبینی همین خواهرچه ما نرگیس 2008 تولدش ای شهر وحدت از روز 19 ایون از خانه برآمده بر نگشته دیگه. خواهش میکنم خواهرجان عزیز پدرت انتظار است. خودت میدونی که پدرت کسلی است. به خاطر خدا به خانه تون بر بگرد یا که در گجای باشی پیش خودگانت رفته باشی. اگر یگان خانه اما و خاله رفته باشی دوستان عزیز این کودک است. خواهش در گجای دیم خواهرچه را زنگ بزنی. اهل بچه هر یک کدیم ما فرزند داریم خواهر داریم مقصد چی میگن دختر عمک اکا داریم باید این روزا را قدر کنیم.
التماس نوار پام کنه یگون کامنتر خوب بزنید یا چیکو کنه نوار پام کنه کامنتر بعد ننویسه هر یک کدوم فرزند داره خدا این روزی بعد هیچ کس نشون نده. السلام علیکم و رحمت الله. خواهر جان پدر چی میگه نگاهت کرده شده نرگس خواهر زنگ زن بگو بچم که در چه احوالی در کجایی. سلام علیکم اکای بابا جان. ما سایت شما رو تماشا کردیم. خیلی خوبی زیاد شما در شهروندان ما میرسد. ما می نداریم که شما هم خیلی سایت ها دارین خیلی مادرها را دستگیری میکنین در کافتکار فرزندشون میشین کام بودیمشون میشین. ما شما می نداریم اکا. ما هم از خاطر هم مادرهایی که به شما مراجعه دارم. دولت مرادزاده شهرام سال 2002 20 نوامبر این پسر من 2 سپتامبر روز اخیران بار در علاقه قطعی ما صحبت کرده گپ زدگیش در ایسترا در شهر ایسترا قطعی با همراهی مامش خالش در اونجا بود. به من چیزی نگفته. ماماش قطعی خالش دروغ میگه که من نیجنی نوی کارده میرم ای طرف جای کار مرا روان کدستیان تا حالا پسری ما درک نیست دیگه. ای شما خواهش مندم و شما مراجعت میکنم که فرزند ما التماس اگر امکانیت داشته باشه دستگیری کنه که من فرزند ما بیو. کسانی که در همی فرزند مرا دیده در یگان جا یا شنیده در رقمه که در پایان ویدیو من مونده گرده هوا التماس زنگ زنین. شهرام جان بچه در کجا بدن تا اگر ویدیو ما رو تماشا کرده باشی التماس زنگ زن بگو بچم که در چه احوالی در کجایی. تو میدونی بچم که ما برای تا همه چی کنم میکنم. در اگه پستی زده باشی گفت زن میرم یورپ بچم. اگر ساق سلامت باشی در یگان جا باشی بچه در رقم های خدم یا در رقم های خالت در پایان ویدیو موندگی دعوی زنگ بزن بچه. طاقت درود دیگه ندارم.